یگانه ذاتی که اگر چیزی از اون نپرسیم غضبی می شود الله مهربان است. انسان است که پی هم اگر چیزی از او بپرسیم ناراض و غضبناک می شود. اگر ناراض هم نشود البته قاش و قواق میکنه و اظهار نارضایتی میکنه. در روایت ترمذی و احمد آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی از الله چیزی نپرسه الله بر او غضب میکنه. البته این رحمت بی پایان پروردگار است که میخواهد ما هر یک حاجت خود را از او بپرسیم، زیرا حاجت روای مطلق تنها اوست، الله مهربان. حتی میفرماید ادعونی استجیب لکم، یعنی مرا دعا کنید دعاهای شما را اجابت میکنم. پس هر یک حاجت خود را از الله بپرسید. الله مهربان از دعا کردن ما و شما خوشنود می شود و هرگز ملال نمی گردد.